این غذایی که با عشق درست میشه تو معلومه. نه بابا همینجوری هول هولی درستش کردم. ببین راستش بگو دوست داری یا الکی داری تعریف میکنی؟ فقط اون مقدار خوش نمکه. یعنی منظورت اینه که نمکش زیاده؟ نه خوش نمک یعنی خوب دیگه، یعنی خوش نمک. یعنی یه ذره خوش سوخته است، یعنی برشته است. خوبه. آره یعنی غذا یکم شعله رو زیاد کرده بودم حواسم نبود. سالادش چطوره؟ یکم به نظرم خوش سسه. سسشو که از قصد یاد ریختن. هم خوش سسه یعنی خوش سس خوبه. پیش غذا چی؟ یه مقدار خوش تند بود. بعد من که میدونم عاشق غذای اینجوری هم دیگه، عاشق غذا شرق آسیا. احساس میکنم یه چیزایی تو فکرته که به من نمیگی. دارم از تو چشات میخونم. نه با چشم من چیزی نیست. زورکی که آدم انتقاد نمیکنه به اون خوب نه بابا نه. فقط اینا مجموعاً نمیدونم چرا خوش تلخه. چیزی نگفتم. چرا؟ نه با چیزی نگفتم. برو بابا. خوش تلخه. تا حالا همچین طعمی نچشیده بودم. یعنی خوش نچشم. عزیزم تو حالت خوبه؟ آره من دلم خوش پیچه. نیست یکم خوش حساسم. برای همین الان یه ذره خوش چیز شدم. من این غذاها رو برات با عشق پخته بودم. بیشور. چه خوش بیشعورم.